وقتی به دنیای شطرنج فکر می‌کنیم کلی اسم بزرگ به ذهنمون میاد، درسته؟ استادان بزرگی که قهرمان جهان شدن. اما تعداد کمی هستن که نه فقط بازی می‌کنن، بلکه خود بازی رو تغییر میدن. امروز می‌خوایم داستان یکی از همین آدما رو تعریف کنیم، دانیل نارودیتسکی. کسی که فقط یه بازیکن نخبه نیست، بلکه تبدیل شده به صدای یه نسل جدید توی دنیای شطرنج. صبر کنید چی؟ او در باطلاق پشتک میزد. این جمله رو تصور کنید وسط تفسیر یه بازی فوق‌العاده جدی شطرنج میشنوید. آخه کی اینطوری حرف میزنه؟ خب، دانیل نارودیتسکی اینطوری حرف میزنه. همین یه جمله عجیب و غریب بهتون نشون میده که با یه شخصیت کاملا متفاوت طرف هستید. این شروع داستان ماست. پس این استاد بزرگ معماگو کیه؟ اون دانیل نارودیتسکیه. همه شهرتش فقط به خاطر عنوانش نیست. اون یه معلم، یه نویسنده و یکی از خلاق‌ترین و عمیق‌ترین مفسرای شطرنج امروزه. راستش رو بخواید اون داره تعریف ما از این که یه شطرنج باز حرفه‌ای بودن یعنی چی رو کاملا عوض میکنه. خب، بیایید برگردیم به اول ماجرا. این داستان اصلا از کجا شروع شد؟ داستان نارودیتسکی مثل خیلی از نابغه‌ها با یه صعود برقاسه توی دنیای شطرنج شروع میشه. معمولا وقتی به یه نابغه شطرنج فکر می‌کنیم، یه بچه تنها توی زیرزمین رو تصور می‌کنیم که فقط با مهره‌هاش حرف میزنه. اما داستان دانیل اینطوری نبود. اون یه کودکی نسبتاً عادی داشت. البته با یه تفاوت بزرگ. پدرش یه استاد کاندیدای سابق از شوروی بود و از همون اول استعداد دانیل رو کشف کرد. کم کم شطرنج جای همه چیز رو تو زندگی دانیل گرفت. فقط به این سرعت نگاه کنید. 7 سالگی اولین تورنمنت، 8 سالگی اولین قهرمانی، 11 سالگی قهرمان جهان و بعد تو 14 سالگی کتاب می‌نویسه. کی تو 14 سالگی کتاب می‌نویسه آخه؟ همه اینها یه مسیر کاملا مشخص رو نشون میداد. یه ستاره دیگه در راهه تا قهرمان جهان بشه. همون مسیری که خیلی ها قبل از اون رفته بودن. اما دقیقاً همینجا بود که داستان یه پیچ غیر منتظره پیدا کرد. توی نقطه حساس نارودیتسکی تصمیمی گرفت که آیندهش رو برای همیشه تغییر داد و اون رو از همه همنسلاش جدا کرد. یه دوراهی واقعی. ببینید، دانیل جلوی انتخاب بزرگ قرار گرفت. یه طرف مسیری بود که همه ازش انتظار داشتن. زندگی یه استاد بزرگ حرفه‌ای. یعنی چی؟ یعنی تعهد کامل، فشار روانی وحشتناک و تمرکز فقط و فقط روی بردن. طرف دیگه چی بود؟ دانشگاه استنفورد، یعنی یه تحصیلات عالی، پیدا کردن علایق جدید و از همه مهمتر تعادل روانی. و جالبه بدونید که این فقط یه تصمیم شخصی نبود، یه فشار دیگه‌ای هم وجود داشت، فشار از طرف خانواده. اونها ازش انتظار داشتن که به یه دانشگاه خوب بره و یه شغل محترمانه پیدا کنه. این یه نوع فشار متفاوت بود که مسیر زندگیشو به سمت دیگه‌ای هدایت کرد. این نکته خیلی مهمه. دانیل شطرنج رو رها نکرد چون دیگه دوستش نداشت. کاملا برعکس. اون دنبال راهی بود که بتونه شطرنج رو همچنان دوست داشته باشه بدون اینکه این بازی روحش رو نابود کنه. اون فهمیده بود که فشار روانی بازی تمام و وقت براش غیر قابل تحمله و باید راهی برای حفظ سلامت روانش پیدا کنه. و همین تصمیم، یعنی انتخاب استنفورد به جای بازی تمام وقت، درهای یه دنیای کاملا جدید رو به روش باز کرد. دنیایی که انگار دقیقاً برای اون و مهارت‌های منحصر به فردش ساخته شده بود. دنیای پر رونق شطرنج آنلاین. بیشتر از 500,000 نفر. فکرش رو بکنید. این فقط یه عدد نیست. این یه جامعه است. جامعه‌ای که دانیل در پلتفرم‌های مثل یوتیوب و توییچ ساخته و تبدیل شده به یکی از معتبرترین و محبوبترین معلم‌های شطرنج تو کل اینترنت. خب، چی باعث شده اینقدر محبوب بشه؟ فقط این نیست که شطرنجش خوبه. سبکشه، یه ترکیب عجیب و غریب و فوق‌العاده جذاب، از تشبیه‌های شاعرانه و ارجاعات تاریخی گرفته تا عباراتی که از زبان روسی قرض میگیره. انگار داره باهاتون قصه تعریف میکنه، نه اینکه فقط حرکت‌ها رو خشک و خالی تحلیل کنه. مثلا این یکی رو گوش کنید، داره یه حرکت خیلی استاندارد و واضح رو توضیح میده و میگه انجام ندادنش مثل اینه که بری رستوران ایتالیایی و کالاماری سوخاری سفارش ندی. فوق‌العاده نیست؟ یه مفهوم پیچیده شطرنجی رو با یه چیزی که همه میفهمن، یعنی سفارش غذا، توضیح میده. این نموغ خودشه. یا این یکی که میگه از پدرش یاد گرفته گنچوک‌ها رو با توپ نکشید.
این جمله کل فلسفه شطرنج و شاید زندگیش رو خلاصه میکنه. یعنی چی؟ یعنی دنبال ساده ترین و مؤثرترین راه باش. الکی کار رو برای خودت پیچیده نکن. خب، این همه داستان، این سبک متفاوت، این مسیر غیر معمول برای دنیای شطرنج چه معنایی داره؟ به نظر من دانیل نارودیتسکی داره خود تعریف استاد بزرگ بودن رو از نو می‌نویسه. برای اون موفقیت دیگه فقط بردن تورنمنت ها و گرفتن جام نیست. موفقیت یعنی آموزش دادن، یعنی ارتباط برقرار کردن با هزاران نفر و مهمتر از همه یعنی مراقبت از سلامت روان خودت. اون پیروزی واقعی رو توی ارتباط با جامعه شطرنج پیدا کرده، نه فقط توی شکست دادن حریف ها. پس هدف دیگه این نیست که فقط مهره ها را حرکت بده تا ببره. هدف اینه که از صفحه شطرنج به عنوان یه تخت سیاه استفاده کنه، یه کلاس درس جهانی که توش عشق و درک عمیقش از این بازی فوق‌العاده رو با بقیه به اشتراک میذاره. و در نهایت داستان دنیل ما رو با این سوال مهم تنها میذاره: آینده شطرنج واقعاً چیه؟ یه صفحه چوبی بین دو نفر یا یه صفحه نمایشگر که میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان به هم وصل میکنه؟ داستان نارودیتسکی نشون میده که شاید بزرگترین بازی‌ها دیگه روی صفحه‌های چوبی اتفاق نمیافتن.